خیلی ممنون. واردات ثبت سفارش شده واقعی اینا رو الان برنامه ریختن در صف برن بگیرن. میمونه مسافرت ها و خدمات. معلومه اگر 200 میلیارد دلار تقاضای اعضای واقعی بیاد، جالب تصمیم رو میگیرن، بعد تبعاتش که مشکل پیدا میشه میشینن اونور دولت. خب دولت چی کار بکنه؟ ثانیاً به مسئولین مربوطه در کنترل کمک بکنن. سال گذشته پول گرفته از بانک مرکزی، اینو برده در آمریکا. خب زیاد از من پرسیدن این سوال رو در نیویورک، ولی تا این مدیریت باشه تقاضای واقعی که کشور باشه داره میشه. این هم کمک مردم رو میخواد، کمک همه رو میخواد، کمک رسانه ها رو میخواد. این مدیریتی است که چنین اجازه ای میده و هیچ واکنشی نشان نمیده. اول از اینکه 2000 بره تو جیب ملت ایران. خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه. اگه تحریم اثر نداره لابد البته بانک مرکزی الان باش برخورد کرده. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. هر کاکل زرد همسری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.